سلام به دوستان، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم توی ماینکرافت درب اتوماتیک بسازیم. واسه این کار ما به این آیتم ها نیاز داریم تا بتونیم این درب اتوماتیک رو بسازیم. خب اول به این شکل بلوک ها رو ماین میکنیم. باید این بلوک ها تا 6 تا باشه و 2 تاش هم یک بلوک و 4 تا دیگه هم باید 2 بلوک توی پایین باشه. بعدش هم اینجوری میایم از این ردستون تورچ میذاریم و از این ردستون ها میذاریم و از اینا میذاریم، نمیدونم اینا چیان. بعدش هم میایم استیکی پیستون میذاریم و به این شکل البته یه بلوک دلخوام البته اینجا میذاریم تا این استیکی پیستون روشن بشه، بالاییش هم روشن کنه. همین سمت هم همین جوری استیکی پیستون ها هر دوتاشون باید ردستون رو به زبان عام بگیم برق ردستون رو بگیرن که متاسفانه توی کشور ما برق اصلا وجود نداره. 1 ساعت 2 ساعتی برق باشه دیگه برق نیست. خب به ادامه ویدیومون میایم اینجوری اینا رو میذاریم و درب اتوماتیک ما آماده است. امیدوارم بچه از این ویدیو خوش اومد. تا دیدار بعد، بدرود.